درود به روی ماهتون. امروز اومدیم با ویدیوی دوم وامبلاک با کسرا. حتما این ویدیو رو لایک کنید. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. سلام، چطوری تو؟ نوکرتم. عجیب بارونی هوا. بشینیم؟ ناموسن. بشینیم. آقا وایس. بردار بیا صندلی رو بردار بیا. آقا وایس. Few moments later. یکه وایس. چیز خوب داریم. وایس بیا. جنس خوب آوردم. یکه با هر کسی نشستی بشین، ولی گل دست کسی ندین. مستی آقا بخور. چطوری؟ بخور من خوردم. خورم. داداش بخور بر فکر کردی بر تو. خب داشتیم بارونه چقدر رو مخه. برنامه چی بود اصلا؟ چیکار رفتی کردی؟ نمیدونم. بشین بکن. وایس سلطان بذار صندلی رو بکنم. وای یاسین. فرار درنگیز بود یا نه؟ داشتی تو دست مستم نمیدونم چیه. چقدر بیشرف بود آجی این یارو. دیپره دست رو بکن داداش. شروع کن. بسم الله. برو بریم. حلش. چطوری شیپویی؟ برو. شیپویو آرتین. شیپویو. آرتین. آه بدنش بایستا داشت گاز دازم. نوبت منه. برق قطع شده بود اومد من برگشتم. ببخشید. خب بکن. چی مرغ من کو؟ مرغمون کو؟ ناشش چطوری؟ بریم آمد؟ نه هنوز میگه بیا اینو بخور. نگاه کسرا. تو بیا اینو بخور. کسرا این چه تیریه خورده به من. داشت نگاش کن. رفت محو شد. برداشتیش حالیش کرده بودی؟ آره. وا اسب خر میشو میام محلشان. آجی برو درختا رو بکن. ببین تو برو درختا رو بکن. مونده بود. برش کن. کسرا داداشی میری درختا رو بکن. چوب بیاری اونجا رو نرده بذاریم. مویا محلشان قوقامو کنم سرشان. هنوز مامان تولید محتوا انجام دادن دیروز. نه دیروز تولید محتوا داشتیم یا امروز تولید؟ داداش امروز داریم. آجی فنس با چی درست میشد؟ میدونی؟ فنس با استیک و چوب. مرغ حاجی مرغ. بیا اینو بخور. بابا بلد نیستی اینطوریه. وایس من 2 تا نسخه عوض کردم هنوز این شیفت ما کار نمیکنه. حتی فنس فوراور دوستان. اوه اینو فنس بالاخره پیداش کردم. بیا فنس بذار. لیاقت فنس گذاشتن رو نداری کسرا. تو میری چوب میکنی، میری اونجا وامبلاک میکنی،
من اینجا فنس میذارم. فنس بده. من مرد کسرا بیا این چوب بابا رو بگیر. بیا اینا رو بگیر. نمیخواد با خودم هم اینجوری فنسم. فنسا رو بده من بذارم. برو کارگری کن برو. یه دونه هویج در آورده در اومده. بدون آب چطوری اینجا کار میکنی؟ کسرا این آب نداره. الان یادم افتاد. آب بارون. خره چقدر خره. برو پایین. خر بدون ور گاوای گوش. عکس مادر نداری رو یتیم؟ بودم. نه مرغا حریم نکنه گل یک کنه گل. تو این ور وایسا، تو این ور وایسا. یه وقت کریپری چیزی اومد. من فرار میکنم اینجوری میتونم هر چیز. بازم چیز. بازم من من خیلی پرم. چست نداریم؟ منم چست. یه دونه تو دست. بودی چقدر چیز میز چقدر چست داره میاد. خیلی پرم. چستا رو بده. چستا رو بده. من اونجا چست نداریم. بده من. بیا. بده. بده. دوستان عزیز من یه چند لحظه دیسی میشم. زودتر دیسی میشدی تو. برو خونه تو میخوام تنهایی بازی کنم. برو اومد. برم. برو بیا. گفتی بخوام تنهایی بازی کنم که. چی بود؟ بوی پیککسم که عمود بره. پیککس تو بود؟ ها؟ قیافشی. فعلا نه. اش پشمام ریخت. بو اینجور شد کندی تو. اون بلاک اون رفت. باشه میشه وان بلاک تی ان تی چیزی اسمشه. اینا رو نکش بابا نکش. نکشم. به من پیام دادن از ستاد چیز مبارزه با قاچاق حیوانات. اینا رو نکش. چوب داری بدی؟ نو. اومیام علشان او بابا این اسنو. داره میاد تو صورت من. بمیر. این واسه منه بهش دست نده. بیا بریم خوشگلم. بیا بریم. بیا. نمیای؟ نبر بابا داشت. بیا. بیا با خالش. بیا. داشتم میدادم تو بیا تو دوست داری؟ اوفه. داشت مرغ تو خوش کرد. داشت یه ذره شعور تو وجود نیست. تخم مرغ شانسی. یه ذره شعور تو 3 2 1. یک زدی رفت بیرون. نمیشه. بلش کن ادامه بده ویدیو. آقا کسرا هم نتونست شیفت رو درست کنه. کسرا من این میخوام یه دونه خونه بسازم. دوستان عزیز سریعا بلک بده. هر چقدر چوب دارید. هر چوب داری بده کسرا. بلوک بدم. چی بدم؟ هر چقدر تعطیل شد حاجی. فردام تعطیل شد. جدی؟ آره روات شدیم از معلم تولید محتوا. میخواست امتحان عملی بگیره. شانس آورده. من اوکی بود. وای داشتم من اوکی میفتادم. بودم. من یه بار کنفرانس شدم یادت نیست؟ همون که نتونستی حرف بزنی. آره داشتم. ای بی پلن. زبونم میگیره وسط کار.
من اومدم به جات توضیح دادم، نجاتت داد. هیچی رو توضیح بدی آخرشم خودم رفتم سراغش. بلاک بیار کسرا جان. داداش همه بلاک‌ها رو دارم میریزم داخل چست بیا بردار. خب نمیتونم داداش، من شیفتم خرابه، نمیتونم درست کار. نداره من. چی کسرا مثل اینکه دیسی شده. خودم ادامه میدم. تنهایی فرد باید تنها بوده. از بچگی گفتن که ز کسرا نبوده تو بمان تازه. آره خلاصه دوستان بدون کسرا هم میشه ادامه داد. اصلا کسرا آدم مهمی نیست. کیه؟ تو کی هستن؟ تو چی فکر کردی در مورد خودت؟ چه فکر میتونستی بکنی؟ کسرا اومدی؟ دارم نون میخورم. صدامو داشتی میشنیدی؟ فکر بد نکن. آره داشت چند وقتی من که مدرسه دعوامون شد با هم دیگه. تو کی؟ کردی میام محلتان قوقام کونم سرطان. داش من خونه ها برپا میکنم. آه حسین چی بودی این کسرا؟ کسرا سردتو عکستو بده، عکستو بده، عکستو بده. واو دست خودش نیست. این بچه مشکل سادیسمی داشته از بچگی. روانیه اون کسی که اونجا. برو بر برو بر بیا سمتم خودم میکشم. برو بر داره ازم کارگری میکشه. نزن ظالم. آرتین بگو. خوبی؟ نه کار نمیکنه داداشین وات. بالاخره وقت چی وقت کسافت. ببین بیا با هم یه صحبت کنیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. کسرا رو از دست دادیم تو این قسمت. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. بای بای.